چرا 80% از شکموها نوستالژی رو به چیزای جدید ترجیح میدن؟ چون یک گاز از غذا میتونه آدمو پرت کنه. خونه. امروز غذای راحتی ایرانی آتشبازی چینی روی زبون. بریم سراغش. کباب، بریان شده، آبدار، سرمیز تقسیم میشه. جوجه، آفتاب زعفرونی روی سیخ، فوران آرامش بخش. قورمه سبزی‌های آرام پخته شده و لوبیاهای ترش. در مقابلشون خورچنگ چینی، شیرین و کره‌ای، اغلب با سیر یا فلفل. دیمسام، لقمه‌های بخارپز متنوع. کنگ پایو، تند و آجیلدار. سرخ کرده های تند، ترد، آتشین. بافت‌ها و سط ادویه‌هایی که میرقصن و غافلگیر میکنن. یکی دونج با تم سبزی خانوادگیه. اون یکی نمایشی پر از اومامی برای شب‌های بزرگ. پس امشب کدوم یکی دل شما رو میبره؟ آرامش یا نمایش؟ تو کامنت ها رأی بدید. کلاسیک های ایرانی یا آتشبازی چینی؟ یکی رو انتخاب کنید و ازش دفاع کنید.